امروز داخل این ویدیو قرار 5 تا از بهترین و ضروری ترین وسایل نقلیه‌ای که هر پلیری حتی تازه کار باید داشته باشه رو بهتون معرفی کنم. درود رفقا، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون یعنی امیرافزت. همونطور که متوجه شدید قرار 5 تا از بهترین وسیله های جی تی آنلاین رو تست و معرفی کنیم و بهتون بگم به قیمتش میارزه یا خیر. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ اصل ویدیو. اولین و بهترین و گرونترین وسیله اپرسور MK2 هستش که خودم شخصا اولای گیم با رفتن بیشتر از 5 بار کلاکینبل و بقیه جاب ها تونستم اولین وسیله نقلیه مهم رو خریداری بکنم که واقعا به زحمتش میارزید. وقتی که این اپرسور رو خریداری میکنید روی خودش یک تیربار وجود داره که فرقی با نبودنش نمیکنه چون خیلی ضعیف و آشغال هستش و پشت این اپرسور یک بوست قرار داره که با کلیک کردن ضرب در فعال میشه و با ایستادن و گاز ندادن این بوست دوباره شارژ میشه. اگر تروبایت داشته باشید میتونید با بردن این اپرسور پشت تروبایت اون رو شخصی سازی و آپگرید کنید و اون رو مجهز به موشک یا تیرهای انفجاری کنید. اسموک و رنگ و لیبلی هایی روی اپرسور بندازید. اگر تسلط و نشونی گیریتون خوبه میتونید به جای موشک از تیرهای انفجاری استفاده کنید که با 2 تیر میتونید هر چیزی رو به جز وسایل داخل غیر ضد گلوله و مسلح رو بتره کنید. بعدی انداختن موشک روی اپرسور این هستش که فقط میتونید 20 تا موشک شلیک بکنید ولی تیرهای انفجاری هم قدرتش زیاد هستش هم خطا نداره لیمیت هم نداره. همونطور که میبینید میتونید برید کنار تروبایتتون و از سمت راست وارد تروبایتتون بشید و وقتی سوار میشید با فشار دادن دیپد راست میتونید اپرسورتون رو شخصی سازی بکنید و انجین و اسموک و وپن و هر چیز دیگه ای رو به اپرسورتون اضافه بکنید. لیوری های خاص و بعضی هاشون که قفل هستن رو میتونید به اپرسورتون اضافه بکنید. دومین وسیله نقلیه‌ای که برای هر تازه کار و هر پلیری نیاز هستش نایت شارک هستش که میتونید با شخصی سازی این ماشین رو به ضد گلوله ترین ماشین جی تی ای آنلاین تبدیل کنید و آپگرید های این ماشین زیادی گرون نیستش. لاستیک های این ماشین و شیشه های این ماشین ضد گلوله هستش. هم اپرسور هم نایت شارک رو میتونید از بار با رنگ دلخواهتون از بین 8 رنگ انتخاب کنید و سفارش بدید و بعدا هم میتونید مثل ماشین بنده لیوری های زیبایی روی ماشینتون بندازید.
این ماشین مجهز به یک تیربار مزخرف و بدون تغییر دادن هست که اصلا روی تیربار این ماشین حساب باز نکنید، چون حتی یک ماشین معمولی رو هم به سختی میتونه کنه. میریم سراغ تست آرمور و تست جون سخت بودن این ماشین که این ماشین با 4 عدد نید یا همون نارنجک میترکه و قابل قبول هستش با این قیمت. میریم سراغ ماشین بعدی یعنی توریدور که به موشک‌های خیلی دقیق و بی‌نهایت و تیربار فوق‌العاده‌اش و زیردریایی بودنش معروف هستش که هم آرمور خوبی داره و هم در برابر خیلی چیزها قوی هستش. و این ماشین رو هم میتونید از وارستاک خریداری بکنید و بیشتر ماشین هایی که خیلی عالی هستن و بی‌رقیب هستن رو میتونید از همین سایت وارستاک خریداری بکنید. همونطور که میبینید موشک‌های این خودرو فوق‌العاده دقیق و به دنبال هدف هستش که میبینید وقتی که مثلا میخوایم ماشین‌های پلیس رو بزنیم انقدر دوره ماشین میچرخه تا صاف به هدف بخوره و این موشک‌ها اصلا خطا ندارن و این موشک‌ها بی نهایت هستن و مثل اوپرسور و دلوکس و بعضی از ماشین‌های دیگه که موشک دارن لیمیت نداره. پشت این ماشین یک بوست داره که میتونید با دکمه بوتون یا همون L3 این بوست رو فعال بکنید و بدون حرکت کردن و روی زمین بودن میتونید این بوست براتون دوباره شارژ بشه. با نگه داشتن دیپد راست خیلی سریع این ماشین به زیردریایی که واقعا سرعتش داخل آب خوب هستش و زیر آب هم میتونید موشک شلیک کنید تبدیل بشه. میرسیم سراغ پرسرعت ترین و بهترین ماشین GTA آنلاین و واقعا کسایی که دارن و آپگرید استبیلی رو انجام دادن میفهمن چی میگم و داخل ویدیو بهترین روش پول در آوردن دیدید که با انجام دادن تایم تریال HSW چقدر پول زیاد نصیبمون شد، یعنی 252 یا 1000 دلار. این ماشین رو میتونید از سایت لژندری موتور اسپورت خریداری بکنید و آپگرید های HSW رو از السکارمیت انجام بدید و خریداری بکنید. وقتی سوار این ماشین میشید هر چیزی که از قبل سوار شدید رو
از یادتون میره و میبینید که چقدر هندلینگ و سرعت محشری داره. خودم به شخصه با این ماشین رانندگی برام بهتر و خیلی بهتر هستش و کمتر به در و دیوار میزنم و خیلی سریعتر با این ماشین به مأموریت، جاب ها و مکان ها میرسم. میرسیم به آخرین ماشین مهم، یعنی اسکرمجت، که هر شخص و پلیری باید داخل GTA آنلاین این ماشین رو خریداری کرده باشه و این ماشین رو میتونید مثل نایت شارک، اپراتور MK2 و توریدور که داخل این ویدیو از 5 تا ماشین 4 تاشو از بارستاک خریداری کردیم خریداری بکنید. که میبینید داخل این هفته که خیلی از ماشین ها 50% تخفیف خوردن، این ماشین هم داخل این هفته تخفیف بسیار خوبی خورده و میتونید با خرید این ماشین داخل GTA آنلاین وقتی که حوصلتون سر میره برید سراغ عشق و حال و پرواز و مسابقه دادن. این ماشین مجهز به یک جامپ و یک بوست و یک موشک و تیربار هستش که بهترین ماشین تا به الان این هستش که با کمترین هزینه بهترین چیزها نصیبتون میشه. که میبینید با جامپ زدن یعنی L3 یا همون بوقتون و زدن ضرب در، کلیک کردن ضرب در، میتونید به آسمون ها پرواز بکنید. موشک این ماشین خیلی عالی هستش و فکر میکنم لیمیت داره و محدودیت داره. تیربار این ماشین هم مثل نایت شارک چنگی به دل نمیزنه و زیاد جالب نیستش. همونطور که میبینید بعد خیلی تیر زدن و حدود 1 دقیقه تیر زدن تازه ماشین ها خلاص میشن و تازه تن به ترکیدن و کشته شدن NPC میدن. و واقعا این تیربار داخل این ماشین واقعا آشغال هستش و به موشک این ماشین نمیرسه. این بود از ویدیو امروز رفقا، خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقید، ممنون که تا آخر ویدیوها تماشا میکنید. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه، حتما ایده و انتقادات خودتون رو داخل کامنت ها بگید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوی فردا، فعلا بدرود.